صبر کن، همینجا وایستا قبل از اینکه رد بشی. اگه فکر میکنی این فقط یه پارکه، اشتباه اومدی. صبح جمعه است. نور تازه بالا اومده. هوا خون سرده. اما یه چیزی اینجاست که آروم نمیذاره چشم رد بشه. من راه میرم، نه برای رسیدن، برای دیدن. اینجا هر قدم یه مکس میسازه، هر نگاه یه سوال. ورزش؟ بله، اما نه از اون ورزش های بی‌حس. اینجا بدنها حرف میزنن بی صدا و تو اگه حواست نباشه نگاهت زودتر از خودت جلو میره. من قراره فقط راه برم و بذارم پارک گیلانه خودشو نشون بده. آهسته، بی‌رحم، وسوسه‌گر. اگه دنبال یه ویدئوی امن و معمولی، الان بهترین لحظه است که بری. اما اگه کنجکاوی بفهمی چرا بعضی صبح‌ها آدم دلش نمیخواد پلک بزنه، تا آخر با من بیا. این تازه شروعشه. صبح جمعه است. از اون صبحایی که آدم دلش نمیاد تند راه بره. هوا هنوز خواب‌آلود است و من آروم قدم میذارم توی پارک گیلانه. همون پارک باریک و کشیده، مثل بدنی که به موازات بولوار گیلان دراز کشیده. دعوت کننده، بی هیچ عجله‌ای برای دیده شدن. اینجا گلساره، جایی که حتی عرق ورزشم استایل داره. آدما با بهترین تیپ ها میان. انگار قرار نیست فقط کالری بسوزونن. انگار قرار دیده بشن و خوب هم میدونن چطور. خانوما با لباسای ورزشی چسبون، طوری که خطها، انحناها و جزئیات بدن بی سر و صدا خودشون رو نشون میدن. نه فریاد میزنن، نه التماس نگاه میکنن. نه فریاد میزنن و نه التماس نگاه، ولی چشم خودش راهش رو پیدا میکنه. دخترها با استایل هایی که بیشتر شبیه یه فشن شو صبحگاهیه تا یه پیاده روی ساده. هر چیز سر جاشه، دقیق، حساب شده، وسوسه برانگیز.
اگه همینجاش یه لبخند ریز روی لبت نشست یا چشمات یه لحظه بیشتر از معمول موند روی تصویر، لایک رو بزن. همین، بی سر و صدا، مثل یه تایید کوتاه. سلام. خوبی؟ خودم خیلی خفیف بود. من شروع میکنم به قدم زدن. آفتاب ملایم میتابه. نور میلغزه روی پوست، روی لباس ها. باد خنک پاییزی میوزه. یه لمس کوتاه، مثل دستی که فقط میخواد یادآوری کنه هست. هوا مطبوعه، از اون هواهایی که نفس عمیق‌تر میشه و قدم‌ها ناخودآگاه آهسته تر. جمعه ها مردم دیرتر میان، اما وقتی میان پارک پر میشه از حرکت، از نگاه، از انرژی. آدم ها از کنارم رد میشن. بعضیا میدوئن، بعضیا راه میرن، بعضیا تو خودشونن. یه عده تنها، هدفون تو گوش، غرق دنیایی که فقط خودشون میشناسن. یه عده چند نفری در حال خنده و حرف، بی خبر از مکث نگاه هایی که پشت سرشون میمونه. دوچرخه ها رد میشن، بدن ها تو حرکت، ریتم، نفس. اسکیت سواران نرم میلغزن وسط پارک. بدمینتون اون طرف، پینگ پونگ، صدای توپ، صدای خنده. حتی سگ ها هم انگار به این فضا عادت دارن.
آزاد، رها و خوشحال. من جلو میرم و باز دخترایی از کنارم رد میشن که آدم رو وادار میکنن برای یه لحظه فقط نگاه کنه. نه از سر هوس خام، از سر لذت دیدن. انگار هر کدومشون اومدن نسخه خاص خودشون از جذابیت رو بی هیچ حرفی تعریف کنن. تا اینکه یه خانم ورزشکار میاد توی قاب. بدنش حرف میزنه، بی نیاز از توضیح. تراش خورده، قدرتمند، متعادل. کمر باریک، پاهایی که معلومه بارها مرز خستگی رو رد کردن. با اعتماد به نفس راه میره، نه شلوغی، نه نمایشی. من پشت سرش حرکت میکنم و میبینم چطور نگاه ها یکی یکی ناخودآگاه به سمتش کشیده میشن. هر کسی که از کنارش رد میشه یه مکث کوتاه داره، یه نگاه دزدیده، یه نفس عمیق‌تر. پارک گیلان همینطوریه، یه جای ساده نیست. اینجا بدنها در حرکتن، نگاه‌ها در رفت آمد و جذابیت بی سر و صدا جریان داره. کنجکاوم بدونم تو کجای این ویدیو بیشتر مکس کردی؟ توی کامنت ها برام بنویس. نه برای من، برای خودت.
اگه دوست داری از این فضاها، از این صبحها، از این نگاهها بیشتر ببینی، سابسکرایب کن. اینجا قراره خیلی چیزا آهسته و بی‌هشدار نشون داده بشه. ببین همینجوری من از این دیگه عقب می‌ندازم. خوبی بیا پاک کردم خوب نشد چرا پاک آخه دیگه خدا نگهدار خدا اگه دوست داری این حس رو لمس کنی، اگه میخوای یه صبح جمعه یه جور دیگه از بدنت ازت جلو بزنه، پارک گیلانه رو از دست نده. ویدیو من اینجا تموم میشه، اما اون تصویرها، اون نگاهها، اون فضا تا مدت ها تو ذهنت قدم میزنن. اینجوری خوشگله